در روند نشست مطبوعاتی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی ذکر شد که در سال 2024 شماره عمومی دانشجویان 16469 نفر را تشکیل می‌دهند که از این 6352 نفر در شعبه روزانه و 10117 نفر در شعبه غایبانه و تحصیلات فاصلوی با تحصیل فرا گرفته شدند. 643 نفر دانشجوی این دانشگاه طریق کوت پرزیدنتی تحصیل می‌نمایند. همزمان گفته شد که در سال سپری گشته 155 عدد دستورهای تعلیمی و متدی، 85 کتاب‌های درسی، اوید به فن‌های تعلیمی اختصاص‌های عملکننده دانشگاه و 40 منوگرافیا به تب رسیده است. در نزد فاکولته‌های دانشگاه 29 لابراتوری فعالیت دارد که از این شماره 5 عدد لابراتوری علمی تحقیقاتی و 24 عدد لابراتوری تعلیمی میباشند. در ادامه نشست مطبوعاتی راهبری دانشگاه گفته شد که در سال سپری گشته در باغ اگروبیا لابراتوری دانشگاه بینای دورشانه برای تجربه آموزی دانشجویان فاکولته‌های شیمی، بیولوژی و گئوگرافیا ساخته به استفاده داده شد که آن در یک وقت 80 نفر تجربه آموزان را با جای خواب و شرایط ضروری تعلیمی تامین می‌نماید. در سال 2024 40 نفر آموزگاران رساله‌های علمی خود را دفاع نمودند. از جمله 4 نفر رساله دکتری، 27 نفر رساله نامزده و 9 نفر درجه دکتر PhD. اقتدار علمی دانشگاه اجرای کارهای علمی تحقیقاتی و سمت‌های دیگری مربوط به علم نظررس بوده. فایز آموزگاران سوگونوان در دانشگاه تدریجاً رو به افزایش داشته 45 فایز آموزگاران دارای عنوان و درجه علمی بودند.